های بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تابستون جذابی رو سپری کرده باشید و سپری بکنید. به من که اصلا خوش نمیگذره چون من از تابستون متنفرم. از اول تابستون تا حالا نهایتا 2 بار من توی روز از خونه رفتم بیرون. اونم یه بارش رفته بودم مزرعه ولاگ گرفته بودم، یه بارش هم رفته بودم بانک. همین. تابستون امسال خیلی گرمتر از سالهای قبل، همونطور که خودتونم میدونید. هوا هنوز توی روز زیر 40 نرسیده، برای همینم توی روز نمیشه هیچ جایی رفت. ولی من امروز میخوام برم یه گلخونه که تصمیم دارم یه سری گیاها مثل گوجه گیلاسی و نعنا و ریحون و اینا بکارم، چون از اول خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم. گفتم که چه بهتره که این کار با شما انجام بدم. خلاصه که زندگی من توی تابستون قشنگ متوقف میشه، اسکیپ میشه، از بهار میره روی پاییز. امیدوارم که شما حداقل تابستون خوبی رو در حال گذروندن باشید. الان میخوام صبحونه درست بکنم، صبحونه بخوریم، بعدش با هم دیگه بریم گلخونه. اینم بگم ببخشید که میکروفونم نیست الان خونه، صدام اگر بده به بزرگی خودتون، به خوش صدایی خودتون ببخشید. مطمئنم که الان چون فاصله گوشیمم زیاده، مطمئنم که صدام خیلی واضح ممکنه نباشه، پس من همینجا از شما عذرخواهی میکنم. میخوام یه دونه آیس کافی دالگونا درست بکنم. همیشه من با کارامل درست میکنم، کافیمو با کارامل شیرین میکنم. این دفعه میخوام با همین دالگونا با شکر شیرینش کنم که ببینم چطور میشه. من عاشق وعده صبحونم. بچه ها من رسیدم گلخونه. خیلی گرمه،
خیلی، یعنی دارم پشیمون میشم. ماشین رو هم دیشب یادمون نبود بیاریم تو پارکینگ، یعنی تو کوچه بود زیر آفتاب، فرمونش انقدر داغه که مثلا نمیتونم بهش دست بزنم. خلاصه که به سختی اومدم تا اینجا. الان میخوام برم تو ببینم که ایشالله چیزایی که میخوام پیدا بکنم. بریم با هم ببینیم. خب من بچه ها رو آوردم، یکیشون اینجاست، دیگه‌شون هم این پایینه. خب من گوجه گیلاسی و خیار و فلفل دلمه و فلفل شیرین برداشتم. اول توت فرنگی برداشتم که گفت توت فرنگی توی این فصل در نمیاد، برای همین اون رو گذاشتم کنار. اینا رو برداشتم. کاشتنش هم که خیلی راحت بود، مثلا فکر نمی‌کردم انقدر راحت باشه. خاک و کامل ریخت، پر کرد، یک ذره روی خاک این بذرا رو ریخت و آخر سر هم یه مدل خاک دیگه ریخت که نمیدونم اون چه خاکی بود، فقط فهمیدم که خاکش فرق میکنه. ببریمشون خونه. بچه ها من یه کتابی داشتم از گریوی میخوندم به اسم رفتارهای برنده. کتاب خیلی خیلی خوبیه، در حدی که تاها هم دلش خواست اونو بخونه. برای همین من در حال خوندن اون کتاب بودم که تاها شروع کرد بخوندم، برای همین دیگه اونو از من گرفت. منم الان مجبور شدم یه کتاب دیگه شروع کنم به اسم استراتژی خوب، استراتژی بد. نویسندش هم ریچارد روملت.
فکر کنم اگه درست خونده باشم. تازه شروع کردم، خیلی هم به نظر زیاد میاد، حالا ببینم چطوره. باغچه کوچولومو هم که دیدید چطور شد، توی ویدیوهای بعدی حتما بهتون آپدیت میدم که تو چه وضعیتی هستش. الان گذاشتمشون توی بالکن که هم نور آفتاب بهش بخوره، همین که جاش خوبه دیگه، به هر حال باید بیرون باشن این گیاها. و اینکه به من گفت که حتما باید روش آب اسپری بکنم روزی چند بار، 2-3 بار و اینا، که اصلا نباید سطح خاک خشک بشه. حالا اگه شما خواستید این کار انجام بدید بدونید اینو. میخواستم راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم. بعضی از بچه‌ها از من میپرسن که برای اینکه بتونیم شغل گرافیک رو انتخاب بکنیم نیازه که رشته‌مون هم گرافیک باشه یا نه. ببینید، من اولین باری که وارد یک مجموعه شدم برای به عنوان یک گرافیست، اونجا خب تعداد زیادی گرافیست وجود داشت و از بین همه ماها نهایتاً 2 نفر بودن که رشتهشون هم گرافیک بود. بقیه هر کی رشتهش یه چیزی بود، اصلا ربطی نداشت به گرافیک. من خودم هم رشته‌ام کامپیوتر بود که توی رشته کامپیوتر هیچ صحبتی از گرافیک، فتوشاپ و نرم افزاری ادوبی نمیشه، اصلا حتی آموزش هم نمیدن در همون حد کم. بنابراین اگر که دوست دارید این شغل رو و رشته‌تون یه چیز دیگه است، اصلا نگرانش نباشید، میتونید تجربی خیلی راحت یاد بگیرید. همش بر اساس تجربه و تمرین و تکراره. و حتی شرکتایی هم که طراح میخوان اصلا ازتون مدرک نمیخوان، مخصوصا شرکت خصوصی‌ها که اصلا براشون مهم نیست که رشته چیه، فقط باید نمونه کارهای خیلی خوبی داشته باشی. اگر که سینیور باشی باید حداقل 3 سال تجربه کار داشته باشی، اگر زیر 3 سالی شما جونیور محسوب میشید. یه نکته دیگه هم که میخوام بگم که کسایی که سینیور هستن، یعنی بالای 3 سال 4 سال تجربه کاری دارن، خیلی راحت میتونن با شرکت هایی که توی ایران مستقر نیستن، شرکت هایی که خودشون ایرانی هن ولی توی ایران مستقر نیستن و کارهاشون توی ایران انجام نمیشه، همکاری بکنن، کار بکنن. میتونید هم باشون صحبت بکنید که درآمدتون، یعنی حقوقی که بهتون پرداخت میکنن، به ریال نباشه، حالا بر اساس هر کشوری که هست، بر اساس پول اون کشور باشه، چون هر پول دیگه‌ای باشه از پول ما مطمئناً با ارزش‌تره. برای همین خودش درآمدتون رو یکم بالاتر میبره. ولی کسایی که جونیور هستن، خب هر کسی یه پروسه‌ای رو باید بگذرونه تا به یک نقطه‌ای برسه دیگه. جونیورها هم همینطور، حداقل 3 سال 4 سال باید کار بکنن، نمونه کارهای خیلی خوب و خفن درست بکنن برای خودشون، پورتفولیو خفن درست بکنن برای خودشون. اگر که توی 1 یا 2 شرکت هم بتونن کار بکنن، تعداد شرکت نباید زیادم باشه خیلی، به خاطر اینکه شما مثلا 6 ماه 7 ماه 8 ماه یک بار شرکت رو عوض میکنی، برای کسی که میخواد با شما کار بکنه یکم شک برانگیزه دیگه، فکر میکنه که مشکلات شماست که هی مجبور میشی کارتو عوض بکنی. ولی اینکه با 1-2 تا شرکت توی این مدت زمان کار بکنید خیلی خیلی خوبه، به تجربه هاتون خیلی چیزا اضافه میکنه. به هر حال کلی آدمی هستن اونجا تو اون شرکت که از شما خیلی چیزای بیشتری میدونن، تخصص بهتری دارن، تخصص بیشتری دارن. به هر حال خیلی کمک بزرگه به کسایی که تازه دارن شروع میکنن. یعنی اصلا همون اول کار لجبازی نکنید که من میخوام واسه خودم کار کنم، فریلنس باشم، پروژه‌ای کار کنم فلان و اینا. یکم آب پرتقال شربتی بخوریم. بچه‌ها اینا هم تخم ریحونه دیگه، یعنی میشه اینا رو هم تو خاک کاشت. من چون ازش پرسیدم که ریحون و نعنا خیلی بیشتر دوست داشتم بکارم ولی نداشت بذرشو، برای همین نمیدونم چطوری باید بکنم. آیا شما بلدید که چطوری میشه ریحون و نعنا رو، آیا اصلا میشه که با خود گیاهش که میخوریم بکاریم تو خاک یا نه؟ اگر میشه و بلدید لطفا این رو به من بگید که اگر نمیشه برم دیگه همون بذرشو پیدا بکنم بکارم دیگه. خب من برم یکم دیگه کتابمو بخونم و یکم استراحت بکنم دیگه. برنامه خاصی ندارم برای ادامه روز، اگر که چیزی بود حتما ویدیو میگیرم براتون. من امروز کار هم نداشتم، کار شرکتی، برای همین خیلی وقت آزادتری داشتم نسبت به روزهای قبل. اینجور موقع ها یه فیلم یا یک سریالی هم نگاه میکنم. هنوز هیچ سریالی رو شروع نکردم. هایجک رو تازه تموم کردم که خیلی خیلی خوب بود، اگر دوست داشتید ببینید. ولی سریال دیگه هنوز شروع نکردم. اگر شما چیزی دیدید که خوشتون اومده و دارید میبینید بگید به من که منم ببینم. فعلا همین. دوست دارم که برم پدرخوانده رو یه بار دیگه ببینم، حالا چون من تکراری میبینم اینو
همه میدونن که من هر چیزی که خوشم بیاد و 20 بار میبینم ازش. خلاصه همین دیگه، اگر که جایی رفتم یا کاری کردم براتون فیلم میگیرم، اگر نه باید همینجا ازتون خداحافظی بکنم. توی ویدیوی بعدی هم دیگه میبینیم. بس اینو هم بهتون نشون بدم، این زاموفیلیای من هم داره جدید در میاد که خیلی از بابتش خوشحالم، خیلی خوشگله.